یک قصه کرده بودیم، یک ظالم اگر یادتان باشد میگوید یک کمپیر یک خانه عادی داشت بیچاره، خانه های بلند آشیانه و گویم خانه های این تا بهبود، یعنی هیچ بهبودی نبود، یک بانگی خانه داشت. وقتی که میگوید سحر میشد، سحر از خانه بیرون میشد، از پای طلبیدن میشد، بیگاه می آمد همون کلبه فقیرانه خود در داخل میشد. باری میگوید سحر آمد، برآمد، بیگاه می آید که خانه نیست، درکش نیست. در حیرت میماند این خانه کجا شده باشد، این خانه کجا شده بود. در پهلوی او میگوید صاحب کتاب که یک مرد خیلی با دولت گویم از خدا دور یک عمارت خیلی زیبایی ساخت. وقتی آمد میگوید آشیانه اول تماشا کرد، دویم تماشا کرد، سیوم تماشا کرد. وقتی به چهارم آشیانه برآمد، پایان نگاه میکند اطراف همون خانه را که همین کلبه فقیرانه کمپی را میبیند. در حال فرمان میدهد که بیارین یگان تکنیک از مثال یا که جمع شوید همه کسا این خانه را از اینجا بردارین که این سکه و صورت خانه مرا ویران کرده است. ولی بسیار از آدمای بیرحم در حال فرمان این گویا مرده که دولتدار اجرا کردند، خانه را تماما راست کردند. کمپیر آمد، وقتی که از این حال که درکدار شد خیلی غمگین شد، بجود همون یک خانه دیگه سرمایه نداشت. پرسان کرد، میگوید